چالی دره ممکنه باشه. سلام. به نظرتون پولدارای شهر مشهد کجا زندگی میکنن؟ به نظرتون پولدارای شهر مشهد کجا زندگی میکنن؟ والا پولدارا بستگی داره که شغل و منصبشون چی باشه. شاید بلوار سجاد باشن، توی اطراف حرم باشن، همه جا. به نظر من سجاد. از نظر شما پخشن به نظر من. اونهایی که خب توی تو سطح بازار دارن فعالیت میکنه، خب مناطق مثل امام رضا و ارزم به اطراف حرم رضوی. پولدارای شهر مشهد تو تمام شهر پخش هستن، یعنی این محله خاصی نداره که بگیم مثلا اینجا پول دارن اونجا فقیرن. اینجا پراکنده هم، ولی خب فکر کنم سجاد بیشتر باشه. نظر شما چی؟ کسایی که نه تو حوزه مثلا مسکن کار میکنن یا فعالیت اداری و غیر اداری دارن، تو منطقه سجاد نمیدونم هاشمی. نظر شما چیه؟ من دقیقاً همین نظر دارم. پخشه، یعنی جای خاصی نداره که بگی 100%. این لوکیشن خاصی مد نظر نه که یا 100% سجادن یا هاشمی باشن. به نظر من بولوار ملک آباد. بولوار ملک آباد. بله. خب نظر مردم رو با هم دیگه شنیدیم. به نظر شما پولدارای مشهد کجا زندگی میکنن؟ توی کامنت ها بهمون بگین.